به نام خداوند بخشنده و مهربان سلام عرض میکنم خدمت بینندگان عزیز، هموطنان خوبم، دوستداران ورزش زیبا و جذاب والیبال. از یک سمت ارومیه‌ای که نبض مردمش با والیبال میتابه و سوی دیگر سپاهان. سرویس زده میشه، دریافت عالی، منطقه دو، پشت خط، اولین امتیاز برای سپاهان با امیر غفور به دست میاد. هم در پیکان بازی کرد، یه سرویس عالی، دریافت بهتر، جونم علیرضا بهبودی. حضرتپور با پنجه دریافت میکنه، سلیم چپرلی، دفاع نه. حالا سپاهانیا باید از این توپ برگشتی نهایت استفاده رو ببرن. خطای تور، داور دوم این مسابقه خطای توره. مدافعین شهرداری رو اعلام میکنه. کاپیتان بهبودی، باسم حضرتپور، ایلشن، منطقه چپرلی و چقدر قشنگ و تماشایی یه مانستر بلاک بود از سهند اللهوردیان. یک بار دیگه ببینید به اینجا بود که مچش رو کامل چرخوند به زمینه شهرداری ارومیه. محمد فلاح، سرعتی زن 32 ساله، 2 متر و 2 سانتی متر قد. باسم شایان توپا رو عالی رسونده، غفور جای خالی، توپ جمع میشه. حالا پاس سرعتی در نقش پاسور فلاح، امیر غفور، معزن این توپ هایبال رو حالا به امتیاز تبدیل میکنن سپاهانیا. بازی چشم نوازه شاگردان محمد کاظم در دست اول. ممنون از همکارانمون که خوب سویچ کردن. علیزاده سرویسش زد، شایان شاهسوند عالی میزنه از کنار دست دو مدافع دیگه دیر شده بود. دفاع وسطی که دیر به دفاع کنار رسید و محمد فلاح دیر به دفاع کنار رسید. محمد رضا حضرتپور با پنجه دریافت کنه، پاس سرعتی، توپگیری عالی در انتهای زمین. غفور فقط توپ رو رد میکنه. سینا علیزاده، منطقه 4 برای آریان محمودی، دفاع عالی دو نفر از امیر غفور و آرمین تشکری. تنها یک امتیاز سپاهان نیاز داره تا دست اول رو به سود خودش به پایان ببره. آریان یک بار دیگه خودش، نظر آقای نافعی تمام. بریم به دست دوم حساس در این بازی هفته سوم لیگ برتر. فرهادی سرویس رو به تور میزنه، پوت میکنه. از اون سمت چه فشاری روی بازیکنان شهرداری میارن هواداران پرشور سپاهانی. باز هم دفاع، ایلشن مجدد بربست و باز هم دفاع. خط دفاع روی تور سپاهان عالی بوده. لیبروی رقابت‌های جوانان دریافت انجام میشه. علیرضا بهبودی کدام مهاجم برای منطقه 2. توپ غفور نخوابید. فیاضی با دست دفاع میخواست بازی کنه، برگشت تو. حالا باستم برای فیاضی، معزن، علیرضا بهبودی، این بار منطقه 4 شایان شاهسوند. بالاخره فلاح یه دفاع انجام میده. فرهادی دریافت انجام میده، واسه سرعتی فقط باید رد کنه ایلشن. بهبودی منطقه 4 شایان شاهسوند. امتیاز برای سپاهان هست. بله، توپ به سردفاع برخورد داشته. ایلشن داوودی پور، منطقه 4 یه بار دیگه خطای تور. بله، خطای تور جواد حسین آبادی رو گرفته. سلیم چپرلی، آقای نافعی توپ امتیاز رو داد به شهرداری ارومیه. سایت های عالی از معزن، چقدر قشنگ، چقدر تماشایی، اتصال 3 ضرب. امیر حسن فرهادی رفته سراغ سرویس پرشی، کنترلی. ایلشن داوودی پور برای بربست، دیگه دیر شده. چادر ملو هم بازی کرد، سرویس های خوبی رو هم میزنه ملا بهرامی. ببینید ریخ به هم دریافته تیم شهرداری رو. غفور نیومده، زبر و زرنگی ملا بهرامی. نه، این بار دیگه خیلی بازیکن با غیرتی هست فرزاد ملا بهرامی. سینا علیزاده دریافت تر و تمیز در زمین سپاهان. غفور چه توپی نشست در
مسیر توپ در منطقه 5 محمد رضا حضرتپور. آفتاب آذری به صورت کنترلی، بهبودی منطقه 4 امیرحسن فرهادی. امیرحسن هم امروز عالی بازی کرد. آفتاب آذری دریافت خوبی نداشت، سلیم چپرلی نرسید. تیم سپاهان دریافت کننده است و اگر این امتیاز رو بخوابونه دست اول رو دست دوم رو هم به سود خودش به پایان میبره. چقدر حساس غفور، میزنه و امتیاز برای سپاهان. آفتاب آذری بازی رو شروع میکنه و توپش رو به بیرون میزنه. 1-0 سپاهان. متین احمدی او رو هم به بازی آورده. متین سرویس رو میزنه، حالا منطقه 4 یه لحظه توپگیری در زمین تیم شهرداری. سلیم چپرلی فلاح با لوبه ایتالیا مقام قهرمانی باشگاه‌های جهان رو در کارنامش داره. یه مقام سومی هم با تیم ملی داره در جام قهرمانان قاره ها. یکی از اون سرویس‌های پرقدرت خودش رو هم میزنه با اختلاف بسیار ناچیز. آمده بربست، دریافت از امیرحسن فرهادی، پاس سرعتی، شیرجه یک دست حضرتپور، چپرلی بدون برخورد به دست مدافعین توپ به خارج زمین. معظم که پدرش هم والیبالیست بود و از یه خانواده کاملا والیبالی در لیگ جهانی و لیگ ملت‌ها هم برای ما بازی کرد. حضرتپور، سینا پاس سرعتی خوب نبود. متین احمدی، متین سابقه بازی در پاس گرگان و سایپا رو داره. استقلال گنبد جلوست. برگردیم به ادامه این مسابقه. سینا علیزاده منطقه 4 آفتاب آذری، خود آفتاب آذری برای مرتبه دوم هم دفاع میشه. شیرجه یک دست حضرتپور هم راهی به جایی نمیبره. شاسوند سرویسشو میزنه، محمودی دریافت رو انجام میده. شن منطقه 4 چالیم چپرلی، توپگیری در زمین سپاهان. معظم پاس بلند منطقه 4 امیرحسن فرهادی، چقدر قشنگ. شهداب یزد هم بازی کرده. ایلشن پاس منطقه 4 سلیم چپرلی، یه آبشار نمایشی رو به اصطلاح به زمین سپاهان میزن. فلاح سرویسش از روی تو رد نمیشه. فرزاد مولا بهرامی سرویس پرشی موجی خوب زد روی دستان محمودی. حالا یه حرکت پای انجام میشه. یک بار دیگه منطقه 4 توپو امتیاز به سپاهان میده. دریافت کننده تیم شهرداری ارومیه است. ببینیم بازی تمام خواهد شد یا نه. ایلشن پاس سرعتی و با یه تک دفاع ناز تماشایی چقدر خوب شناسایی کرد. اینم حلقه پیروزی سپاهانیا، پیروزی 3-0. دست اول 25-19، دست دوم 25-23 و دست سوم هم 25-17. سپاهان 7 امتیازی میشه و میره بالا سر شهرداری ارومیه قرار میگیره.